یک لحظه مخور حسرت آن را که نداری. یک لحظه مخور حسرت آن را که نداری. راضی به همین چند قدم مال خودت باش. هرچی داریم پروایش نداریم، قدرش نمیکنیم، اما هرچی که از حسرتش رو میخوریم. اگر که در یگان وظیفه باشیم باز بالا بودگیش شکر نمیکنیم. یا که هرچی که داریم همین گونه است. یک نفر مسجد میرفت، هر روز از خدا میپرسید که خدایا بر من ولسیپد بده دوچرخه، خدایا بر من ولسیپد دوچرخه بده. روزی به مسجد میاد میبیند که یک نفر بی پای با دستان غیجان آمده ایستاده است. بعد میگه چه خدایا به من دوچرخه ولسیپد لازم نیست، پایهایم را نگاه دار. امروز اپل داریم، پگاه میگیم که مرسدس باید گرفت. مرسدس که گرفتیم پگاه باید جیپ گرفت. همین گونه دیگر بالا به بالا میرویم. خدا را احتیاط کنید، خدایی را شکر کنید.